هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. اصلا این مثال اینجا کاربردی نداره. ممکنه که همون چیزی که برای شما خار اومده همون وسیله مورد نیاز امروز یک خانواده باشه. همون فرشی که شما فکر کنید دموده شده و رنگش با دکوراسیون منزلتون نمیخونه، ممکنه برای یک نفر خیلی کارگشا باشه. دیروز پریزا برای من پیغام فرستادن که یخچال ما از کار افتاده، نه پول تعمیرشو داریم، نه یخچالی که بتونیم تهیه کنیم جاش بذاریم. اینطوری هم نیست که اونا ساید بای سایدای خیلی گران قیمتی کنن. یه دونه یخچال معمولیه که ممکنه تو خونه‌تون بهش توجه هم نکنید، برای اونها حیاتیه. در خانواده یا در محله یا حتی در شهر یک مکانی رو اختصاص بدیم و همه این ابزار و ادواتی رو که برونداد منزل اون هست و در خانه تکانی عید به اونها دیگه نیاز نداریم، اینها رو به اون منطقه منتقل بکنیم و در معرض استفاده افراد بذاریم. دانش فنگ شوی میگه که شما بایستی در منزلتون نیرو و انرژی چی رو به حرکت در بیارید. این میشه یک به جریان انداختن ثروت‌های گیر افتاده در منازل و خانواده ها. پس بیاید یه مقداری از لاک خودمون بیایم بیرون و به فکر هموطنانمون باشیم. اینطوری عید خیلی زیبا خواهد شد و سال جدید برای همه عید خواهد بود. اگر شما موفق شدید که همچین کاری رو در فامیلتون یا در روستاتون یا در شهر خودتون به نتیجه برسونید، حتما گزارش ها و تصاویر رو برای ما بفرستید که ما در گزارش های بعدیمون برای همگان پخش بکنیم. انبار نکن مورچه نشو، هستی سلیمان زمان، تو پادشاه کشوری، زندان یه کوچه نشو، رد کن ببخش تا جاش بیاد.